دوستان، اون چه استعدادی است که ما داریم و اگر استفاده کنیم در حد یک موهبت بزرگ برای جهان هستی میشیم، یک موجود بی‌نظیر. یعنی شما هر انسانی که این استعداد رو داریم، همه شرطش استفاده از این استعداد. این استعداد تفکر، فکر کردن، خلق کردن، چون و چرایی کردن و کاوشگری. و شرط اولش هم همین است که تصور و فرض و خیال و توهم رو بذاریم کنار که غالبا دوچارش هستیم. این تفکر که دائما ما رو رشد میده، آیا مورد استفاده هست یا نه؟ نتیجه تحقیقاتی که کردم این است که ما فقط 5% از اوقات از این استعداد استفاده میکنیم. چرا فکر نمی کنیم؟ بسیار سوال ارزشمندی است، برای اینکه جوابش میتونه ما نشون میده چطور میتونیم از این انرژی فکری که ما رو انسان میکنه، در واقع یعنی تنها چیزی است که یه موجودی رو انسان میکنه، چطور میتونیم از تمام این انرژی استفاده کنیم و چه اندازه زندگیمون رو عوض کنیم، کیفیتش رو و آثارش رو تغییر بدیم. اولین چیزی که به نظر من باید متوجهش بود، با موجب گریز از فکر میشه احساس انسان یا یک نوع در واقع عادت انسانه که از تفکر، از کوشش فکری تفره بره. و وقتی ما این کوشش رو نمی کنیم، دانستنی های ما، درک ما از جهان درک حسی میشه. فقط درک حسی درک انسانی نیست، درکی است که متکی است به حواس پنجگانه، به چشم و گوش و لمس و غیره. و این حواس پنجگانه برای زیست فقط. اون چه که ما از حواس پنجگانه میگیریم به عنوان درک، هزارها برابر کوچکتر از اون چه که از تعقل و تفکر میگیریم. ما هزارها سال فکر کردیم زمین ثابته و خورشید به دورش طواف میکنه و میچرخه. چه اشتباه بزرگی! تمام حسابمون غلط در اومد در موقع، تا وقتی کپرنیک اومد و گفت اشتباه میکنیم. این چشم ماست اینو میگه و چشم ما اشتباه رو میگه. تحقیقاتی شده، من جمله دانالد هافمن، پروفسور محقق روی این زمینه، که میگه چقدر ما دچار اشتباهیم وقتی به حواس پنجگانمون توجه میکنیم و وقتی فکر نمیکنیم هرچه هستیم از این حواسه. و در واقع عملیات، رفتارمون و پاسخ ما به هر چیزی یک عکس‌العمل مکانیکی و بیولوژیکی است. چون که اطلاعات رو میدیم به مغز و مغز یک کامپیوتر، تفکری درش نیست، یک سری محدودات درشه، عادات و سنت و یه مشت قالب‌های فکری و یه مقدار غریزه‌ای که از حیوان میگیریم و کاملا از جهان وحشه، یعنی درندگی، حسادت، وسوسه، لذت آنی، عدم توجه به حقیقت، به واقعیات و به سطح‌نگری. تمام اینا درک حسی است و غالباً در غیاب تفکر ما گرفتار همین هستیم و دچار اشتباه میشیم. سالهای سال ما با چشمامون میدیدیم که سیر از درخت میفته پایین و بر اساس درک حسی میگفتیم خب این هست، این چیزیست که داره چشم ما میبینه. تمام دیگه سوال نداره. در حالی که درک عقلانی به ما گفت که نخیر، این به خود نمیفته. و آیزک نیوتن پیدا شد و رفت جاذبه رو کشف کرد و به دنبال اون دنیایی برای ما باز شد از علم فیزیک و بعد آثارش، اختراعات، اکتشافاتی که بعد شد، تمدنی رو ما وجود آوردیم بر اساس این و الان داریم ادامه میدیم باز
با همین تعقل و تفکر. از یک دلیل این عدم تفکر که میتونیم بهش غلبه کنیم، تفره رفتن و فرار از تلاش فکری است که میتونه از بین بره و ما راه پیدا کنیم به زندگی انسانی واقعی، نه زندگی زیستی. یک عامل دیگه هم عامل نفسه. دوستان، نفس یه چیز خیلی خطرناکی است اگر کنترل نشه. نفس انگیزه حیات، ایگو انگیزه زیست فقط، نه بیشتر، و قلمروش در واقع باز همون درک حسی است، چیزی که حیوان داره و ما رو زنده نگه می‌داره چون به ما انگیزه حیات میده، ولی فقط این وسیله است، انگیزه حیات میده و بس. و بعد وقتی تعقل نیست، تفکر نیست، ما رو در واقع زندانی میکنه، چون ما رو فقط به دنبال منافع شخص، منافع محدود، منافع زبان و مکان، منافع آنی، هوس‌ها و طمع و رقابت‌های ناشی از باز به اصطلاح محدود به نفس و محروم میکنه از برخورداری از عالم هستی که برای ماست با هزارها فرصت ترقی و تعالی. ما محدود میکنه در قالب زندگی زیستی حیوانی و تفکر هست که اونو محکوم میکنه، میذاره کنار. از فلسفه خودم به خصوص در وکالت امور جمعی خاطرات زیادی دارم که چطور این ایگو، این نفس انسان رو به خطر میندازه، چون موقعی که باید تفکر بکنه احساسی جواب میده، خشونت میکنه و به دردسر میفته و در چنگال قانون محکوم میشه. این عامل دومه. عامل سوم دوستان، عامل این محیط و فرهنگ مصرفی صرفاً مادی است که درش معنویت و تفکر و تعقل جایی نداره. این فرهنگی است که ما رو تدریجاً میخواد آلت تولید بکنه، یک فاکتور یا یک بخشی از تولید و مصرف، درش هیچ تعقل و تفکری نیست. در این دنیای مصرفی و در واقع بی هدف ما آلت دست میشیم، یه ماشینیم، به ما یک تیتر و عنوانی داده میشه مثل قطعات یک ماشین، مهندس یا لباپزشک یا کارگر ساختمان و یا مدیر شرکت، و در همون محدوده هویت ما رو فقط تعیین میکنه. انسان ها رو در واقع به مهره و پیچ و آلت و قطعه یک ماشین تبدیل میکنه و تفکر رو میگیره، انگیزه حیات رو میگیره و در همون محیط در عالم زیست ما رو نگه میداره. حالا خبر خوب دوستان، محض اینکه انسان از سطح به عمق میره و تفکر میکنه، در واقع از جلد به محتوا میره و در واقع تازه اونجا زندگی رو شروع میکنیم. زندگی زیستی هدف توش نیست. زندگی زیستی زندگی عالم وحشه. زنده بمانیم و تولید نسل کنیم بدون هدف. نه، این زندگی انسانی نیست. وقتی سوال پیش میاد، وقتی چونوچرایی پیش میاد، انسان متوجه عظمت خودش میشه که با تعقل و تفکر چقدر چیزهایی رو در میاد، من جمله وجود خودش رو که سازنده است، تعیین کننده است، نه تعیین شونده، مبتکر بازیه، نه بازیکن فقط سناریوی بازی رو می‌نویسه، نه فقط یه نقش بهش داده میشه اجرا بکنه.
در واقع نقش خودش رو خودش تعیین میکنه، پی میبره به هدفش دانستن این جهانه، نه تنها فیزیکش بلکه معنویاتش، بلکه ارزش‌های انسانیش به عمق بهش پی میبره. و در این مرحله است دوستان که انسان قدم میزنه به دنیای بعد دوم، بعد معنوی زندگی. و در حقیقت بعد معنوی بعد زندگی ماست. بعد اول بعد زیستی وسیله است که بتونیم قدم بزنیم به بعد دوم. در اینجا ما مفاهیم رو به طور عمیق میفهمیم، یعنی چون که از سطح میریم به عمق. مثلا عشق رو دقیقا میفهمیم که یک قانون ابدی و ازلی است و برایش هیچ محدودیتی نیست و در واقع شوق و انگیزه زندگی اونه، نه زیست. آینشتین، فیلسوف بزرگ و واقعا نابغه بزرگ، همین مطلب رو بهش تکیه کرده و میگه که همه قوانین طبیعت روحشون رو از همین یک قانون عشق میگیرند. و این عشق در واقع خیلی میگن بیگ بنگ یا اون انفجار بزرگ که عالم هستی شناخته شده امروز ما رو ساخت، فقط عشق بود، به خاطر عشق. در حالی که ما در بعد اول، در بعد زیستی، فقط یه سایه از این میبینیم. بله ما شوق انگیز عشق رو حس میکنیم، اما خیلی محدود، مشروطش میکنیم به شرایطی، به یک رابطه‌ای، در حالی که در بعد دوم متوجه میشید که این مطلقا بی شرط و قید و حتی احتیاجی به پاسخگویی و اجر و ارزش مادی توش وجود نداره، مطلقا عشقه. ولی گاهی اوقات در بعد اول ما میگیم مثل بابا طاهر که چه خوشبی مهربانی هر دو سر بی، یک سر مهربانی در سر بی. خب این البته خالی از معنا نیست، ولی نه اونقدر که برسه به اونجا که بتونیم بفهمیم که میفهمیم با فکر عمیق‌تر که عشق پاسخ هم نمیخواد. لازم نیست که معشوق به عاشق پاسخ بده، جواب بده و یا احساسشون شد. دوستان تمام اون چی که ما مفاهیمی که داریم در دنیای زیست در بعد دوم خیلی عمیق‌تر و کامل‌تر میشه. مثلا خوشبختی و شادی در بعد اول چون همه چیز محدود به حس، فقط یک خبر گرفتن شغل بزرگ، شغل پردرآمد و یا توفیقی در تحصیل یا خرید یک ملکی یا زمینی یا اتومبیل و غیره، ما رو همچنین به شوق میاره در یک لحظه، ولی لحظه بعد، لحظات بعدش به کلی محو میشه و میره. در حالی که در بعد دوم خوشبختی، شادی بسیار عمیق و غیر قابل محو شدنه، جاودانه. وقتی ما اثری از خودمون میذاریم، وقتی به یه چیز تازه، یه مفهوم تازه میرسیم و بعد به دیگران میگیم، اثر میذاریم روز دیگران به هر نوعی، به خصوص وقتی اونها رو آگاه میکنیم از ارزش خودشون، از اون در واقع جوهر خودشون و تفکر خودشون. مفهوم اخلاق و خیر و شر و غلط و درست باز عوض میشه. در بعد اول اینها رو ما به صورت سنتی و فرهنگی میگیریم، یا از ادیان میگیریم، یا از ایدئولوژی های دیگه میگیریم و یا فقط نگاه میکنیم که اکثریت چنین میکنند و چنان میکنند، با این رو درست میدونیم. در بعد دوم ما به محتوای این قضیه میرسیم، همونطور که امانوئل کانت در فیلسوف اخلاق بهش رسید و گفت یه سری چیزهایی هست که اصول مطلقه، مثل صداقت و درستی، مثل عدم تقلب یا حقه‌بازی یا خیانت، مثل
وفاداری، مثل محبت، بقیه ارزش‌های انسانی رو به عمق میفهمیم. همونطور که زکریای رازی فیلسوف عالی‌قدر ایرانی 1100 سال همین رو گفت که ما احتیاجی به هیچ معلمی نداریم اگر تفکر بکنیم از نظر اخلاق. مفاهیم دیگری در واقع هر چیز دیگه میاد در خدمت رشد فکری انسان. علم، هنر، موسیقی، شعر، ادبیات، همه در خدمت رشد فکری است و بعد به این ترتیب زندگی هدفمنده و هر دقیقش پیشرفته، درش تکراری وجود نداره، درست برعکس زندگی زیستی که تماما تکراره چون هدفی درش نیست، فقط زیست و بس. با این ترتیب زندگی پرشور و شکوه میشه و با این ترتیب انسان جاش رو عوض میکنه از یک آلت دست یا یک کسی که باید تکلیفش رو یا ارزشش رو کسی تعیین بکنه یا منتظر باشه کسانی دیگه بهش ارزش بدن، به تبدیل میشه به وجودی که خودش تعیین کننده ارزش خودشه، خودش تعیین کننده نقش خودشه و حتی نقش دیگران در جهت اینکه به دیگران هم از برکت تفکر خودش چیزی برسونه، اونها رو به مهم بودن خودشون، به اصالت خودشون آگاه کنه. این چنین احساسی که انسان میگیره با این نوع تفکر و با این نوع تلاش فکری به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با اون خوشی‌ها یا لذت‌های حسی، لذایز حسی که در بعد اول میگیریم. در این بعد انسان مطمئنه که چی داره میکنه، اعتماد به نفس دست بریم. دوستان، اعتماد به نفس یک چیز گرانبهایی است، چرا که این است که ما رو پایدار و استوار و محکم نگه می‌داره در مقابل حوادث تلخ و بد. ما در یک جای محکمی ایستادیم، چون هر چی که داریم سنجیدیم و آزمایش کردیم و می‌دونیم درسته، نمی‌لرزیم، هراسان نیستیم، احساس غرور می‌کنیم از وجود خودمون، احساس ارزش می‌کنیم. باز برمیگردم به امانوئل کانت، چقدر قشنگ میگه کسی که متکی به خودش و به تحقیق خودش و به تفکر خودش، از چشماش مردم ارزشش رو میفهمند. انسان میرسه به اون مقام درجه‌ای که خودش حس کنه قهرمان هستن و این موقعی است که نه تنها تفکر میکنه و پرده پندار رو به قول فروغی بسطامی میذاره کنار و حقیقت رو میابه، بلکه حاضر میشه منافعش رو بذاره کنار اگر لازم شد تا برسه به منافع دیگران و از خودش بیرون بیاد، از اون قفس ایگو که همش که خود من هستم فقط بیاد بیرون. در این حالت احساس قهرمان بودن داره. قهرمان بودن چیزی است که به آرزوی هر انسان در خون ماست که یک کار فوق‌العاده‌ای انجام بدیم که به خودمون افتخار کنیم. و این یه واقعیتی است که داریم در دنیای موجود هم می‌بینیم. مثلا قالب‌های فکری ما که با تفکر سنجیده میشه و اونهایی که غلطه کنار گذاشته میشه و اونهایی رو که تاریخ مصرفش تموم شده کنار میذاره، یعنی مرتبا این فکر دینامیک و فعال در حرکت ما رو میرسونه به اونجایی که میتونیم در واقع فداکاری بکنیم، کارهای قهرمانانه بکنیم، چون که اطرافیان نمیتونیم در واقع مثل خودمون بیاریم به اینکه به وجود خودشون افتخار بکنن و به این گوهر انسانیت که همون تفکر و خلاقیت پیدا. حتی امروز با این فرهنگ مصرفی انسان‌هایی هستن که این کار میکنن، از هر گروهی، از هر سنی، از هر فرهنگی. مثالی هستن، یه دختر 11 ساله پاکستانی این کار کرد و قهرمان شد. قالب فکری که تاریخ مصرفش تموم شده رو به چالش کشید. کجا؟ در زیر در واقع فشار جوی که
طالبان یه گروه افراطی طالبان داشتند و در اونجا حکومت میکردن، در جایی که این زندگی میکرد و این دختر رو و دختران رو از تحصیل محروم میکردند. طالبان رو به چالش کشید، گروهی درست کرد که باشون مبارزه کنه. وقتی که چند سال بزرگتر شد شروع کرد به اینا رو به چالش کشیدن و طالبان رو به خطر انداخت. همچنین بهش سوء قصد کردن و بهش تیر زدن. یه مثال بسیار خوبی است که متوجهش بشید. قهرمان شدن و حرکت دادن به افکار و ریختن دور اون قالب‌های کهنه‌ای که مصرف نداره که همیشه ما ممکنه دوچارش بشیم، یک عمل قهرمانانه است. در خاتمه عرض بکنم که این تفکر و قالب‌های فکری که مرتباً باید تازه بشه هیچ وقت تمامی نداره. ما امروز هم دوچارش هستیم. امروز هوش مصنوعی داره ما میگه یه قالب فکری جدیدی باید بیاریم که بفهمیم که هوش مصنوعی هم در خدمت انسانه و این هم باز یک در واقع تفکر برش لازم هست که اگر نکنیم یک قالب فکری کهنه رو همینطور نگه می‌داریم که به قول ویکتور هوگو میگه وقتی قالب فکری کهنه‌ای باید بره و یک چیزی جاش برسه و ما مقابله کنیم، مقاومت کنیم درش که میکنیم ما انسان‌ها، در واقع هیچ ارتشی مانع این تغییر نمیشه، بالاخره تغییر کنه. چیزی که الان داره اتفاق میفته یک نوع ایگو جمعی که در واقع باز برگشت به فقط دنیای زیستی که در اون تفکر وجود نداره، داره حاکم حکومت میکنه در دنیا. اون چیزی که در اوکراین اتفاق میفته یا در خاورمیانه نشانه های اینه. دوستان این بحث ها بسیار بسیار مفید و شوق انگیزه. انشالله با هم ادامه میدیم و همچنین مسائل مربوط به این که ارتباط داره به این تفکر مثل ایگو و ایگو جمعی که باعث همه اختلافات دنیاست و درست باید به عکس باشه، یعنی اختلافات آراء باید یک جنبش بیشتری به سمت جلو بده برای تکامل فکری انسان و یا بحث‌های دیگه مثل همون فرهنگ مصرفی رو انشالله در جلسات بعد ادامه بدیم با کمک شما. تشکر از توجه شما به این صحبت کوتاه.